سلام، مهرداد تهرانی هستم، مربی و تربیت کننده حیوان. امروز میخوام فرمان جایگاه رو به صورت اصولی به شما یاد بدم. حالا فرمان جایگاه چی هست؟ مثلا شما دوست دارید به سگتون فرمان بدید بره داخل باکسش، یا مثلا فرمان بدید بره داخل پارک جای خوابش و اونجا بمونه تا شما تاییدش کنید. لطفا با ما همراه باشین و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که از پست‌های جدید ما دیدن کنید. ما رو حمایت کنید. ممنون. قبل از اینکه بخوایم فرمان جایگاه یا رفتن داخل باکس رو به شما یاد بدیم، باید یه نکته رو بهتون بگم. حتما باید کوچولوهاتون داره قلاده گردنی و بندلیش باشن و بعد از اون هم سگ شما باید تعقیب دست رو بلد بشه. سیلور یعنی چی؟ یعنی همینجوری که سیلور دنبال غذا میاد و دستش پوزش از دست من جدا نمیشه، کوچولوهای شما تعقیب دست رو بلد بشن. اوکی. نکته بعدی، به خاطر اینکه بخوایم سگ رو فرمان برو سر جات رو بهش یاد بدیم یا برو داخل باکس یاد بدیم، باید اول معرفی کنیم. برای معرفی کردن جایگاه اولین کار که میکنیم به همراه قلاده و لیش سگ رو نزدیک به جایگاه میکنیم. چیه؟ یعنی غذا رو میندازیم داخل باکس، سگتون یاد بگیره که داخل باکس بره غذا میگیره و بعد این کار تکرار میکنیم. داخل باکس حالت سیلور بلده، ما داریم فقط به خاطر اینکه شما متوجه بشید به صورت نمادین بشید. بودو بیا یواش به تعقیب دست، دوباره برو باکس، برو توی باکس، دوباره یه غذا میندازی، بودو بیا دوباره. فقط تمام تاییدیه ها زمانیه که داخل باکس میره، ما الان بهش جایزه نمیدیم. برو داخل باکس، توی باکس، باکس، بودو بیا، برو توی باکس. آفرین. به محض اینکه میره داخل باکس برمیگرده از کلمه تاییدیه کلامی یا همون آفرین یا یس استفاده میکنی. دوباره فاصله اون رو دورتر میکنی. سیلور بیا، برو تو باکس، بودو برو توی باکس. آفرین. به خاطر که سگ تایید میشه داخل باکس منتظر میمونه تا شما فرمان رو برو داخل باکس هم. پس اولین بار اون میشه چی؟ با غذا. سیلور برو داخل باکس.